قاعده 175 ارکان ایمان به قدر را بفهمیم. چی ارکان داره؟ رکن اول است که به علم غیب شامل و کامل الهی تسلیم باشیم. پس وقتی که ما و شما میگیم این چیز در تقدیر است، الله چطور نوشته کرده؟ به خاطر از اینکه الله، ما و شما یک چیز را نوشته میکنیم، بعد از اینکه اون چیز را میبینیم مخلوق هستیم، علم غیب نداریم. علم غیب الله است که پیش از اینکه یک کار شه الله او را میفهمه. پس رکن اول ایمان به قدر چی است؟ که به علم غیب الهی ایمان داشته باشیم که او کامل و شامل است، که حتی یک کار نشده باشه هم الله عالم الغیب است و را میفهمه. رکن دوم ایمان داشته باشی که همه چیز در لوح محفوظ نوشته هست. عبدالله ابن عمرو ابن عاص رضی الله عنهما میگن که حدیث صحیح مسلم است، میگه که من از رسول الله صلی الله علیه و شنیدم که میگه که کتب الله مقادیر الخلائق، میگه الله تقدیر مخلوقات نوشته کرد قبل ان یخلق السماوات والارض، پیش از اینکه آسمان و زمین خلق کنه به 50,000 سنه، 50,000 سال پیش اینا نوشته شدن. رکن سومش است که ایمان به قدرت و مشیت الله هست. وقتی تو به قدر ایمان می داشته باشی که به قدرت و اراده الله ایمان داشته باشی. الله میگه انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. رکن چهارمش است که الله خالق هر چیز است، خالق تمام مخلوقات است. از این خاطر ما و شما میگیم والقدر خیره و شره من الله تعالی.